قراره که درباره زیبایی صحبت بکنی. این زیبایی از نظر من داستان‌های خاموش جذابی درباره فضایل سه تا ویژگی دارن و سومین ویژگیش اینه که جهتی دارن. هنوز من الان خیلی قانع نشدم که دقیقاً زیبایی منظور چیه. توصیفش شبیه دیدن سیاه‌چاله است. الان مخاطبت توی این گفتار کیه؟ افراد عادی و نهایتا جامعه‌مون رو به سمت جامعه زیباتری ببریم. شاید اصلا یه چیز خیلی زیبایی رو دیدی. ما تمام رفتیم مسافرت دومی رفتیم کوه نماش کامل رها شده و گویی که نامرئی شده موضوع زیبایی. این دغدغه‌اش دوگانه زیبایی و کارکرد، اون زیبایی که داره از L90، حالا با احترام به همه L90 سوارها، ولی هم خیر و خوبی درش هست، هم اون جمال و زینت درش هست. اینجا زیبایی چقدر میتونه به ما کمک کنه که اینا رو با هم قاطی نکنیم. یه ظاهر خیلی خوبی داره ولی درست راه نمیره، بهش راحت می‌بزک شد. کارایی هر چیزی متناسب خودشه. اون مقصوده چجوری میتونی برسی وقتی ابعاد وجودی این انسان درست شناخته بشه؟ یا مثال فلافل میدون شوش. اصلا چرا زیبایی نظر من مهم باشه؟ این مارکت الان پتانسیل انفجاری داره. من 6 ماه وارد میشم، یه سرمایه وارد. اصلا هم کاری ندارم که جامعه من میخواد زیباتر بشه. خب ما داریم این کامپیوترها رو میسازیم استفاده بشن دست هر کسی میز هر کسی بشه و ما میتونیم اینا رو زشت تولید کنیم و میتونیم زیبا تولید کنیم و این اثرش رو در طول زمان نشون میده. الان به نظر من این اثره که در طول زمان مشخص میشه رو ما توی ایران مشاهده میکنیم. این خیلی آمار تکان دهنده ایه. یکیش از دلایل مهاجرت بود اقتصادیه که زیبایی شناسی و زیبایی در مورد زندگی کردن. زندگی کردن چیزی بیشتر از فقط زندگی. اینی که هوش مصنوعی قرار همه شغل ها رو بگیره. شما از فردا به جای غذایی که میخوری قرصشو بخور. اصلا همون نگاه از عقبه. اصلا انسانه باید کجا بایسته، باید چه حالی داشته باشه. امروز داستانت چی داره روایت و مسیرمون رو تغییر دادیم به سمت یه ترندی که لذا دیگه زیبا نیست. چیکار باید کردن؟ یه بیانیه بهت میده که اینو بگو بهش. یه لحظه مکسی کنید. اینو از هوش مصنوعی پرسیدی؟ این ریشه در چی داره؟ این خواهی خورده در مورد موضوع زیبایی شناسی میفته. موضوع توی اصلا اثره نیست، موضوع توی اون فضیلت‌هایی که پشتشه، تو داستانی که داره روایت می‌کنه. ابتذال یعنی بذل نابجای خیلی چیزها. شاید اون آدمه خوشگل بوده باشه ولی ما تحسینش نمی‌کنیم. تحسین برانگیز دیگه نیست. به نظر من هم زیبایی در مورد تحسینه. به نام خدا، سلام به همه مخاطبا و سلام به تو محمد علی عزیز. سلام پرام جان، چطوری؟ قربون تو خوبی؟ سلامتی؟ ممنون، مرسی، خدا رو شکر خوبم. فدای تو، ممنون که شما وقت می‌بینم بهترم گذاشتی. هستم. اختیار داری متقابله. ممنون که وقت گذاشتی. امیدوارم که گفتگوی جذابی بشه. قراره که درباره زیبایی صحبت بکنی. همین اول کار، اولین و مهمترین سوال من از تو اینه که بعد از 1 سال کار و تجربه و مطالعه تو حوزه زیبایی، بگو که الان تعریف شخصیت از زیبایی چیه که بخوای به همه بگی. خب خیلی عالی. این زیبایی از نظر من داستان‌های خاموش جذابی درباره فضایله. خب یعنی حالا چی؟ برامون مثال، این دوست داریم که شامل برامون 3 تا مثال جزء بزنی. میشه. آره که داستان‌های خاموش جذاب درباره فضایل 3 تا ویژگی دارن. اولیش اینه که باید حاوی تفکر و تأمل و درنگ باشن. دومیش اینه که یه بعدی از میل و ذوق دارنشون هست. و سومین ویژگیش اینه که یه جهتی دارن. اون جهت رو به یک سری فضیلت هست. این فضیلت منظور چیه؟ آیا یعنی هر کسی تو هر اقلیمی با هر طرز فکری میتونه بفهمتش؟ این سوال خوبیه. کی میتونه بفهمه فضایل چیه؟ به نظر من فضیلت در واقع جنسیه که
یک والایی درش هست که باید متناسب باشه با اون شخصی که میخواد اونو بشناسه. و ما به عنوان انسان ها، به قول خارجی human beings، اینا کسایی هستن که اتفاقا خودشون فضایل رو از خداوند ارث بردن و در شناخت اون فضایل میتونن بهتر از هر موجود دیگه عمل کنن. برای همین ودیعش به صورت کلی در تمام انسان ها به نظر من قرار گرفته که بتونیم فضیلت ها رو بشناسیم. و اون چیزهایی که اتفاقا نشانه های خوبیه برای اینکه بتونیم بفهم چه چیزی فضیلت خود فضایل انسانی هست. وقتی که ما میبینیم در یک فرد دیگری یک فضیلت رو، این بر ما نشانه ای از اینکه این در آفرینش به یک حقیقت والایی داره اشاره میکنه که نمونه ای از اون در این انسان داره تجلی پیدا میکنه. مثلا فرض کن من اگه در یک موقعیتی بخشندگی رو به خساست ترجیح بدم، این یه فضیلت، یعنی حاکی از یک حقیقت بزرگی میکنه که میتونه فقط هم در همین مصداق هم خلاصه نشه و مفهومی بالاتر از خود من میشه به اسم بخشندگی. و مثلا ما این صفت رو در مورد خود خداوندم به کار میبریم. نمیدونم منظور رو تونستم برسونم. مثلا در اوج خودش به نظر من مثلا رسیدن به فضایل انسانی میتونه هدف آفرینش انسان باشه و حتی هدف آفرینش جهان. چند تا من چون استوریای تو رو، این هایلایت استوری داشتی توی صفحه درباره زیبایی که یک سالی هم روش کار میکردی یا مدام بهش اضافه میکردی، دیدم که مثالای متعددی داری میاری. از یه سفر به کیش داشتی، اون رو سعی کردی یه مصداقایش اونجا مثلا بگی، یه مصداقایی رو از رابطه ما با شهر گفتی که ما در تهران زندگی میکنیم و مثلا چرا یک سری از بناها باید این شکلی ساخته بشن و یک سری ها اینقدر زشت و مثلا بی‌در پیکر. دوست دارم که یه ذره یه مثال ملموس‌تر برامون بزنی که هنوز من الان خیلی قانع نشدم که دقیقاً زیبایی منظور چیه. یه مثال یه ذره ساده‌تر و ملموس‌تر بزن که ما یه ذره بریم کف زمین بفهمیم که دقیقاً کجاست. خیلی عالی. بیا یه کاری کنیم. بیا این یکی از این سه تا ویژگی که گفتم باید درون زیبایی باشه تا بشه زیبایی رو حذف کنیم و ببینیم که بازم زیبایی میمونه یا تبدیل میشه به چیزی. مثلا یک پدیده ای رو من باهاش مواجهم که این حاوی بعد تفکر و درنگ نیست، با میل من سازگاره و ذوق من رو برمی‌انگیزه و این حالا در جهتش هم به سمت یک فضیلتی ممکنه باشه، ولی من درنگ و تأملی درونش نکنم. این اتفاق تبدیل میشه به یه چیزی مثل لذت برد. یعنی اون بعدی که شما از زیبایی منظورتون هست کاهش پیدا میکنه به یه چیزی مثل لذت بردن. فرض کنید یه غذایی میخورید که این با طبع شما سازگاره و شما نیت بدی هم از این کار ندارید، ولی لزوما نمیگین که مثلا این یک تجربه زیبایی شناسیه. یا مثلا بیایم بعد میلش رو حذف کنیم، بیایم بعد میل و ذوقش رو حذف کنیم. من به یه چیزی تفکر میکنم، درنگ میکنم و این تفکر درنگ من رو میبره به سمت فضایل و شناخت اونها. خب این دقیقا یه چیزی میشه شبیه فلسفه و اصلا میشه منطق. پس اون هم باز چیزی نیستش که ما منظورمون از زیبایی ما رو میرسونه به چیزهایی مثل مفاهیمی مثل خیر، خوبی، نیکی. فرض کنیم حالا اون بعد فضایل رو حذف کنیم، اون اگر که این جهت رو نداشته باشه، من این چیزی رو میبینم منو به درنگ میبره، حالا یه تجربه میکنم حتی با تمام حواسم که منو به درنگ فرو میبره، با میل منم سازگاره، ولی به سمت فضایل نیست. خب پس به سمت چیه؟ به سمت رذایل. خب یه چیزی هستش که منو به درنگ فرو میبره، با میل منم سازگاره، ولی به سمت رذایل. اینجا هم باز اسمش رو نمیتونیم بذاریم مثل زیبایی، میتونیم بگیم یه چیزی مثل خوشگلی یا زینت. و اینجا کلمات به ما خیلی میتونن کمک کنن، چون که موضوع زیبایی جایی قرار داره که شبیه توصیفش شبیه دیدن سیاه‌چاله است
ما باید بتونیم با استفاده ظریف مفاهیم حول این سیاهچاله اون نوره ها و حاله های نور رو که شناسایی کنیم، میتونیم بفهمیم که داخلش هم چه خبر. مثلا چیزی که تعریف من از زینت و تفاوتش با زیبایی اینه که صرفا با ذوق و میل همراست است. این به نظر من میشه اون بود ظاهری و حالا فرمالش. و اون چیزی که در تکامل این هست که تفکر ما رو برمیانگیزه، اینها مباحث شناختی و فلسفی میشن که راه رسیدن به خیر و اون خوبی رو به ما نشون میدن که یه مسیر دیگه ایه نسبت به زیبایی. و من واژگانی که در مورد زیبایی پیدا کردم، معادل حالا فارسیش در عربی میشه حسن و در انگلیسی میشه بیوتیفول. مثلا در مورد خوشگلی، مثلا ما پرتی به آدم ها میگن، یا در عربی جمال میگن و در فارسی خوشگلی. ولی وقتی زیبایی رو صحبت میکنیم به نظر میاد یه تجربه ایه که حاوی این سه تا عنصر با هم هست. اگه نیاز باشه مثلا به مصادیقش هم وارد شیم، میتونیم مثلا با مثالا وارد بشیم. داری یه سوالی، الان مخاطبت توی این گفتار کیه؟ خیلی سوال خوبی اتفاقا، چون که من از همیشه دغدغه اجتماعی دارم و عموم یعنی جامعه بر من هدفه. به خصوص توی این مبحث زیبایی شناسی، اون چیزی که جرقه تحقیق من در مورد این شد، اصلا گالری های هنری و نمیدونم فضاهای این شکلی که بگیم مثلا اینا توش یه نبودن. سری آره اینا نبودن. اصلا اینجوری نبود و کاملا یه چیزی به عنوان دغدغه زیبایی شناسی روزمره دغدغه منه. بخوایم بگیم علاوه دیسیپلینی هم میشه نزدیک دیزاینه و کاربرش اصلا همه ماهاییم، ما انسان هاییم. برای همین این تعریفه برای افرادی مثل خودمونه و هدف من این بوده که همه ماها بتونیم بهتر بشناسیم که زیبایی چیه و هدف و نتیجه اون اینه که زیباتر بتونیم زندگی کنیم، زیبایی رو بهتر بشناسیم، از زیبایی ها بیشتر حمایت کنیم و به زشتی ها پشت کنیم و نهایتا جامعه‌مون رو به سمت جامعه زیباتری ببریم، هم در بود کارمون، در خانوادهمون، در روابطمون. در ضمن میاد که افراد عادی، یعنی دست کم هنرمندان اصلا نیستن اون مخاطب. توی اون نقطه شروع، نقطه جرقه که گفتی حالا قطعا این جور گالری های رایج نقطه جرقه برای تو نبوده، چیزی اذیتت کرد که اومدی به سمت این که اصلا راجع به زیبایی فکر کنی، یا نه شاید اصلا یه چیز خیلی زیبایی رو دیدی و جرقت شد؟ حتما یه جرقه های زیادی در طول زندگیمون داشتیم، ولی اون جایی که من شروع کردم این مبحث زیبایی شناسی رو به دیگه صورت استارتش رو زدی. آره که شما اشاره کردی بهش، پارسال بود و استوری گذاشتم. آره. یه داستانی اتفاق افتاد که من یه مدتی ذهنم مشغول مباحث دیزاین بود. بعد رفتم با خانواده، برای خانواده رفتیم مسافرت به شهری در ایران به اسم لنگر. یه لوکیشنیه بین، نمیدونم میشناسی یا نه، بین مازندران و سمنانه. یه بوم خیلی طبیعت جذابی داره، منحصر به فرد خودشه، بخشی جنگلی، بخشی کوهستانی، آب و هوای معتدل، نه اونقدر مرطوب و خب جون میده برای طبیعت گردی. بعد ما مثلا توی اون 2-3 روزی که اونجا بودیم صبح میرفتیم کوه و توی این سفر که شما آغاز میکرد در مثلا باغ میرفتیم بیرون و طبیعت بکر و اون کوهستان و آسمان و درختاب و هوا اینا و رودی بود که از سرچشمه ها میومد و چیزی بود که در این مسیر مانع لذت بردن از این تجربه میشد، یعنی بود میل و همینطور واقعا ما رو میبرد به سمت سیر غزالی و منو به خصوص خیلی درگیر خودش کرد و اون این بود که در دل طبیعت دقیقا یه خانه مثلا می‌بینی که ساخته شده ویداره و مثلا نماش کامل رها شده، شما بلوک‌های آجوری رنگ و بارنگی با ملات‌های وسطش همه رو می‌بینی و
اه، و بعدم از این یکی از نشانه هاش و نوع نشانه های دیگه که میدیدیم که اه، یه نوعی بی‌توجهی به این موضوع اصلا در ساختش بوده که این خیلی برای من درنگ برانگیز بود و من رو به فکر فرو برد که ما خب کم تجربه های این شکلی نمیبینیم متاسفانه توی ایران و گویی که نامرئی شده موضوع زیبایی. این دغدغه من شد، یعنی انگار که اصلا از المان های زندگی ما و اولویتامون خارج شد. و شروع کردم تو همون مدت وقتی مثلا برگشتیم به اون محل استقرارمون دیدم که خب اینجا یه خونه قدیمی 50 60 سال پیش مثلا شاید ساخته شده بود و یک معماری داخلی بی‌نظیر در عین سادگی و کم هزینه ای، چیزی که مثلا ما امروز توی تجربه زندگی خودمون توی مثلا تهران کمتر می‌بینیمش. و مثلا اونا اولین پستایی بود که من گذاشتم و استوری کردم و گفتم که خب تا یه سال من در مورد این موضوع صحبت می‌کنم، در مورد مصادیقش و مفهومش. هم هدفم این بود که آدمایی مثل خودمون بهتر بفهمن و بیشتر متوجه بشن که زیبایی چیه و بیشتر بهش توجه کنن، هم این که نوع بیداری، هم که خودم بهتر بشناسم که دقیقا چطور میشه زیبایی رو شناخت و چجور میشه خلق. من فکر میکنم که الان تو گفتی که زیبایی انگار برای ما نامرئی شده. احساسم اینه که در تلاشی که حس ما رو و دید ما رو تیزتر کنیم به اینکه هم زیبایی ها رو بیشتر و بهتر ببینیم و بفهمیم که چی زیبا نیست و حالا چی واقعا زیباست. اینکه زیبایی برای ما نامرئی شده، حالا هنوز شاید اونقدر تو ذهن حالا من یا مخاطبا شاید هنوز تعریف دقیق اینجوری تو ذهنمون نباشه از زیبایی، ولی بالاخره اومدیم تو دل بازی. آیا دوگانه زیبایی و کارکرد که همیشه برای من دغدغه است، قبلا هم راجبش صحبت کردیم چند بار، این یکی از عللش میبینی؟ من یکی از مثالهای خیلی ساده‌ام L90. من میخواستم ماشین بگیرم و یکی بهم گفت که بریم برو L90 بگیر. این قشنگ نیست، ظاهر نداره، ولی ماشین خوبیه، کار میکنه برات. آیا یه چنین چیزی اصلا به همچین چیزی معتقد هستی یا میگی که نه اصلا اون زیبایی که داره از L90، حالا با احترام به همه L90 سوارها، ولی آیا اون زیبایی فرق داره با اون صرفا یک زینتیه یا شبیه به بحثی که ما داریم میکنیم؟ آره، میتونه به عنوان یه مثال خوب باشه. ببین یه باز دوباره برمیگم به کلمات، ببین چجوری میشه برای اینکه بفهمیم فرق کارایی و زیبایی و ارتباطشون چیه. یه حرف جالبی توی مفاهیم دینی هست، میگن که اون کسی که محسن بهش میگن این کسیه که نه تنها کار خوب میکنه، کار خوب و زیبا. کار خوب و زیبا حالا انجام. آفرین، آره، کار خوب و زیبا انجام میده. آره. یعنی هر دو رو درونش داره. باز برمیگیم به کانسپت حسن و بیوتیفول. حالا این دوتا هم خیر و خوبی درش هست، هم اون جمال و زینت درش هست. اگه دقت کنی هر دوتا المانو داره. خب و برگردیم به مثال L90 یا هر نقاط دیگه ای که ما رو قرار هدایت کنن. و من با توجه به اون پیش زمینه‌ای که خودت هم باش در ارتباطی و موضوع کسب و کار و بله. حالا بیزنس و حالا مهندسی و مسائلی که طراحی محصول آره اصلا کاملا کارهای محورن، اتفاقا دغدغه‌ام از اونجا شروع شده. یعنی کاملا با مسائلی مثل افیشنسی کارایی یا حتی موضوعاتی مثلا فیچر، بنفیت، مزایا، همینا آشنا هستم. و اتفاقا میخوام بگم که اینجا زیبایی چقدر میتونه به ما کمک کنه که اینا رو با هم قاطی نکنیم. و شاید اون جاهایی که اصلا ما زیبایی رو فراموش کردیم به خاطر این بوده که با این چیزها متناقض دیدیمش. ببین اگه من مثلا یه ماشینی تولید کنم که از اون بر L90، یعنی نقطه مقابلش، یه ظاهر خیلی خوبی داره ولی درست راه نمیره، و این یه چیزیه که من میگم که این ما توی فارسی خیلی بهش راحت میگیم بزک شده. خب ولی وقتی مثلا در مورد یک
اتفاقی ما ارزش داوری زیبایی میکنیم این دوتا رو با هم داره. یعنی اون بعدی که تفکر و تأمل رو شامل میشه در زیبایی که من گفتم 3 تا بعد داره، ما رو میبره به چیزهای شبیه همین کارایی، یه چیزی شبیه کارایی. از چه جهت؟ ببین کارایی، خب یه بحث مفصلی داره که چیه، ولی کارایی هر چیزی متناسب خودشه. خب مثلا من اگه بگم که یک انسانی کارایی یا نه، متناسب با انسان بودنش باید تعریف کنم کاراییش چقدره. یعنی اگه بگم یه بعد تقلیل گرایانه ای از انسان ارائه بدم و بگم که کارایی خوب انسان اینه که مثلا 8 ساعت در روز بیاد سر کار، خب اگه تعریفمو این بذارم یه خورده کلاهمون میتونه بره تو هم که نه، به اون ربطی نداره. خب من میگم که این اون بود امیال توه و خودخواهی توه و این برمیگرده به یه رذیلتی اتفاقا که فقط میخوای این آدم رو بکشونه اینجا بدون هیچ خیری پشتش، چون خیر این انسان در چیزی فراتر از صرفه. خب پس به خیر برمیگردیم توی کارایی. حالا در مورد این ماشین خیر چیه؟ اینه که شما رو به صورت مطمئن از یه جایی برسونه به یه جایی، بتونه براتون تا جایی که میتونه کار کنه، تعمیر نخواد بره، بعد میایم به درس تعمیر و نگهداری، فاصله بین دو تعمیرش کم باشه. اینا المانای کارایی خودروه خوبه. خب این المانا رو داره ال90. حالا اون بود اصطلاحاً استتیکسش یا جمالش آره مشکل داره. پس ما نیاز داریم به اینکه تو این بودش بیشتر کار کنیم. چنانی که یه محصولی مثل مگان تقریبا همون ماشینه با یه ظاهر بهتر و دیزاین سرفیس و ظاهری بهتر، حالا دیزاین هم خودش تو مختلف. برای همین آره مثلا شما اونجا هم میخوای انتخابی بکنی، کارایی یک بستری پایه است. حالا وارد مباحث مارکتینگی هم میتونیم بشیم. همیشه انتظاراتی هست که باید برآورده بشه، اینا تعریف کاراییه. ولی فقط همینو میخوایم ما از زندگی یا چیزی فراتر از اون میخوایم؟ انتظارات پایه بشر خیلی قرن هاست که ثابته، ولی بشر هنوز داره حرکت میکنه. و اون چیه که داره حرکتش میده؟ یه چیزایی بیشتر از انتظارات صرفا پایه است. اون چیزایی که حرکتش میده به نظر من همون جهت هست که به سمت فضائل، خواسته های بیشتره که در 2 تا مسیر، یکی عقل و فهم و فلسفه و یکی زیبایی و زیبایی شناسی و میل و ذوق میتونه اکتشاف بشه و خلق بشه. حالا از این بود که مثلا ال90 الان خب مشکلش چیه؟ این مشکلش اینه که با میل سازگار نیست. یعنی مثل این میمونه که شما مهمان دارید، بعد جلوی مهمانتون غذایی میذارید که خوش بخوره، اگه روشم پایین نمیره، روشم نمیشه بگه آقا برای من یه ولی بگین ماست که یا خیلی چیزی. مقویه. آره ولی مقویه. خب این از اون تعریف کارایی غذا رو داره، ولی خب کدوم ماها اینجوری داریم زندگی میکنیم و کدوممون زندگی اینجوری قبول داریم دقیقا. و کدوم ماها این رفتار انسانی میدونیم که جلو مهمونی همشه غذایی مثلا بده. یعنی بحث و تو همون وقتی جهت ال90 هست سوار که میشی، جهت گیریش به سمت فضائل نیست. اینجوری میتونیم آره تعریف دیگه وقتی کنیم. جلوی به خصوص مثلا میگم و یه وقت از خود من در مورد زندگی خودم میخوام اتفاقا از این ور ذوق به خرج بدم که منابع به دیگران برسه، این یه فضیلته. اوکی. ولی ما مثلا وقتی در انسان موجودی اجتماعیه و ما در اجتماع زندگی میکنیم، تصمیم‌های ما یک سری رفتارهایی داره و باید اصطلاحاً سبک سنگین کنیم المان‌های مختلف. و وقتی تو داری ماشینی رو میسازی برای کسی یا ماشین رو میخری که ظاهرش دیگران رو، شهر تو رو داره نشون میده، یکی از المان‌هایی که به کار میبری و انتخابت تاثیر میذاره توش اینه که با میل منم و ذوق منم هماهنگ باشه. از جمله اینه که مثلا در ادبیات و در شعر من اینو دیدم، مثلا از یکی از شاعرای معاصرمون شنیدم که میگفت که اگر میل و ذوق حالشون خوب نباشه، تفکر آدم هم مخدوش میشه. خب یعنی این توی یاد کارایی تو هم آخر سر تاثیر میذاره. پس تأثیر میذاره. اوکی آره. خیلی جالبه. این گفتی که چیزیه که بالاخره من حالا در موردش باز میتونیم صحبت کنیم. گفتی که کلا مثلا مسیر ساخت محصول یا مهندسی ما عمدتا یه طوریه که میگن اول اینو کارا بکنیم، بعد حالا یه جوری ژیگولش بکنیم، یه ذره بزکش بکنیم مثلا.
تو انگار میگی که ام. اصلا از بیس قضیه اصلا نوع دید ما و نوع بینش ما انقدر وسیع باشه که همون داستان خاموش دیگه، داستانی رو به سمت یک چیز زیبایی طی بکنه. حالا ممکنه که ما 100% موفق نشیم ولی 90% موفق میشیم. درست فهمیدم؟ ام. آره دیگه، ببین بالاخره تو میخوای با اون که کارایی رو بچسبی به یه مقصودی برسی. و این بله. کارایی رو داری برای انسانی خلق میکنی، انسان قرار از این استفاده کنه به اون مقصودت، اون برسه تو هم برسی. اگه که اون مقصود خاصی نداشتین که خب هیچ کاری نمیکردین اصلا. اون مقصوده چجوری میتونی برسی؟ وقتی ابعاد وجودی این انسان رو درست شناخته باشی. خب یعنی ابعاد کلیدش وجودی تو این تو انسان، شناخت خود این انسان است، آره نه اینکه الان محصول بعد چجوری باشه الزاما. دقیقاً چون کاربرش اونه و تو کارایی رو اصلا با کاربر داری تفسیر میکنی و آها آها. ارزیابی میکنی. حالا من مثالم اینه، شما مقصودتون از زندگی کردن اگر صرفا این تعریف من باشه، اکسیژن به من برسه، وارد خونم بشه، آب به من به میزان کافی برسه، نور انرژی برسه. و کالری در روز اینقدر، مثلا این درصد پروتئین، و بتوانم در صورتی که میخواهم از نقطه A به B تلپورت بشم و این باشه، کارایی فقط میشه المان. آره. ولی اگه میخوای تو این مسیره که بری، اصلا میری مسافرت، چرا داری میری پس؟ خب یعنی مثلا کاراییش کجاست؟ اتفاقا خیلی بوده میلش بیشتره اونجا دیگه. دقیقا دقیقا. یعنی ما انسانو اگه بدون پوست و گوشت و مو و خون و و حس و میل و ایموشن قلب و و حس و احساسات که مهمترین بخشه که دست گذاشته روش، آفرین، چیز تعریف خوبی کرده بود. باشیم که اینجا من اتفاقا دست میزنم روش که متوجه شدم که یه 60-70 سالی هست که ما اصلا انگار اینجوری تعریف کردیم انسانو ام. و خیلی خوب داستان پیدا میشه دیگه. اون دغدغه من اینجا میزنه بیرون که این شهره که ساختیم و همین ماها که احساسات داشتیم هم ساختیم ها، ولی اصلا ام. حواسمون نبود. همین ماهایی ام. که به ظاهر عقل داشتیم حتی ساختیم، ولی در ظاهرش با شعور رفتار نکردیم. آره جالبه. نتایجش اینو نشون میده. و به نظر من اون جایی که اگه اینو میبینین که باید به نظرم تغییرش بدیم، اگه نمیبینینش که خب اوکیه دیگه، پس همچنان زیبا هست در همین حال، یعنی نیاز به ام. تغییر نداره. ام. من نمیدونم تو چجوری میبینی موضوع رو، ببین این من به نظرم تغییرات تحولات و این تغییر نگرش رو نیاز میبینی یا نه؟ آره آره. ببین مثلا الان من خیلی از این موضوع هرسم میگه، تو اینستا میچرخی و کلی پیج دارن راجع به مثلا دارن موضوع برند صحبت میکنن. آقا برند بشین، برند سازی کنیم، برندینگ اینجوریه، پرسونال برندینگ اینجوریه، در صورتی که اصل انسان رو فراموش کردن. یعنی می‌بینی که همون کسی که داره وبینار میذاره یا سمینار میذاره درباره مثلا برندینگ که یک فرایند بسیار تدریجی، بسیار با حوصله و با صبر که باید پیاده بشه، جوری داره رفتار میکنه و جوری داره ارائه میده که انگار داره پکیج انگیزشی میفروشه. و باز این به نظر من برمیگرده به اینجا که انسان رو نشناخت. یعنی مثلا اگر که من میرم، حالا مثال همیشه یه مثال فلافل میدون شوش، اگر من برم یه فلافلی تو میدون شوش ولی مثل آدم با من برخورد بکنه و من رو به عنوان انسان بپذیره و نیازهای منو در همون حدی که میتونه برآورده بکنه، از نظر من اون در نوع خودش مثلا برند شده. یعنی الزاما از دل سمینار و کتاب و یا مثلا کنفرانس های تد همچین چیزی بیرون نمیاد. انگار به قول خودت کلیدش توی فهم همین انسان است. ما فقط آره ببین، م. آره اه، بگو. متاسفانه ما هم خب منابع یادگیریمون خیلی انگلیسیه. Basic Principle Learning یا Thinking یا م. تفکر بر پایه اصول اساسی، این چیزی که م. من لب کلام تو رو میفهمم، واقعا م. اگه داشته باشیم نیازمون به جسته گریخته خوانی و دانش هایی که حالا اینجوری بگیم که خیلی شاید سطحی تر ولی مفصل ترن کم میشه. آفرین. اونایی که مثلا خیلی خوب در مدت زمان عمرشون تونستن دانشمند بشن حتی با این روش حرکت کردن.
به یکی مهم. از اون تفکرات بر پایه اصول اساسی، یکی که یعنی میشه گفت بهترین و مهمترینش، لحاظ استراتژیک هم نگاه کنیم، انسان شناسیه. یعنی بفهم که انسان کیه، مهم. ابعاد وجودش چیه، آیا هدفی داره یا نداره، اگه هدفی داره چیه، خب آفرین. نیازهاش چیه، نیازهاش چه سطوحی هست و دقیقا. ارزش هایی که برای یک انسان میشه تصور کرد چی هست، چیا میتونه باشه. اینا رو اگر که بخاطر خوب بفهمیم به قول شما و برای این آماده باشیم، مثلا فکر کنم همین مبانی تمام علوم به ویژه در حوزه تجارت که همینا بوده دقیقا. و بقیهش مثلا حواشیه که مثلا بر اساس پدیدارهای دیگه مثلا تولید شده، یعنی پدیده‌ای به وجود اومده مجبور شدن توضیحش بدن شده یه مهم. علم دیگه ای مثلا. مهم. مهم. تا و توی مثلا توی زمینه برندینگ هم اگه که شما اشاره کردی برین جلو، واقعا میرسیم به همین که خب داره تلاش خودش رو میکنه که بر اساس اصول شناختی انسان آفرین. یک کسب و کار رو بهینه کنه، دقیقا. به خصوص وجهه هویت و وجه بودن ماندگاریش رو. دقیقا. و اصلا برای همینه که زمان من بره برداشتم. و با مثلا کسب و کاری ام، که صرفاً بر مبنای سوداگری و فروش چیده میشه خب فرق میکنه دیگه. ام. آره ببین، هم زمان بره هم نیست به نظرم. مهم. منظور از زمان بر رو شاید اینجوری بگیم، آره شاید نگاهش کوتاه مدت نیست فقط. آره 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 منظورم هم. آره دیگه، ببین این نگاه کوتاه مدت باز دوباره به نظر من مثل نگاه کاریه، یه دید و تعریف تقلیل گرایانه است. اگه مهم. تعریف تو از بیزنس اینه که من فقط 6 ماه توی مارکتینگ باشم و تا جایی که میتونم سر مشتریمو بتونم کلا بذارم که خودم سود بیشتری سودمو ببرم. بکنم و برم. آره و شاید اصلا حالا 6 ماهش بشه 3 سال، آره. یکم میگه 6 سال. این نگاه آره مخالف این نگاه هست، چون این نگاه مهم. تقلیلگرانه است. چون تو در جوامع انسانی نتونست اصلا، سابقه تمدن بشری نشون میده اینجور نمیتونی دوام بیاری، حتی مهم. کاراییت هم مختل میشه. به اون مهم. کارایی هم همینطور. اگه تعریفت فقط اینه که النبل قرار منو از مثلا صادقیه بیاره هروی یا برعکس، خب میشه اون خودرویی که دیزاینش ایدئاله. ولی اگه نه چیزای دیگه ای هم آره. هست توش، باز دوره دیزاینش تعریفش هم مهم. متفاوت میشه. ببین الان از این بیزینس های 6 ماه مثال زدی. مثلا اگر که من یک آدم دلال باشم، میگم آقا این مارکت الان پتانسیل انفجاری داره، من 6 ماه وارد میشم، یه سرمایه وارد میکنم، بعد 6 ماه انقدر رشد کردم میام بیرون. اصلا هم کاری ندارم که جامعه من میخواد زیباتر بشه، مشتری من میخواد رو، اصلا برای من مهم نیست این چیزا. این سوالو میخواستم اول بپرسم، فکر میکنم دارم جوابش میرسم. خواستم بپرسم که اصلا چرا زیبایی باید برای ما مهم باشه و اصلا چرا باید برای ما اهمیت پیدا بکنه. فکر میکنم یک جور یک تعهد به نتیجه، یک تعهد به انسانی باید داشته باشیم و اصلا زیبایی برامون مهم باشه. درست میگم؟ آره یعنی اون بعد فضایل دیگه. آره ببین دیگه. مثلا مثالی که زدی خیلی، حالا میتونیم بگیم با یه مثال دیگه من مهم. شباهت میدمش، بعد ببینیم که خب رفتاره که طرف داره میکنه با توجه به چیزی که توضیح دادی ها. یعنی ممکنه الماناش تغییر کنه و بدون اشکال آها. باشه، ولی شبیه یه چیزی است. مثلا شبیه اینه، من یک مثلا یک جایی دعوتم، مهم. خب و من اونجا که دعوتم میرم وارد مهمانی میشم و موقعی که اعلام میکنن که برای شام بیاین حمله میکنن به سمت میز و بقیه رو هم سر مسیر بهشون تنه میزنن. و من خیلی خوب میخورم اون روز، شاید بهتر از همه، و شاید اون بقیه رو اصلا بقیه نتونم بخورم. ولی وقتی از اون مهمانی میرم بیرون، مثلا یه بچه‌ای که میخواستی چیزی بخوره مثلا من تمامش کردم، با یه خاطره بد میره. خب اینا تعریف ما از اون بعد جامعه، تعریف انسانیت و قراره که زندگیمون رو مثلا میگم باز کارایی و زیبایی هر دو به نظر من، به خصوص توی زیبایی شناسی روزمره و دیزاین و حالا اونایی که کارایی محورم هستن، خیلی برمیگرده به اینکه تو اصلا تعریف اون موجودی که داری در موردش صحبت میکنی و انتظاری که از اون میره چیه، به تناسب اون مثلا تعیین میشه. خب ولی خب وقتی تعریف ما اینه که ما یه 70 80 سال زندگی میکنیم حداقل و
تو پرانتز یه چیزی بیشتر از اونم قرار زندگی کنی و حالا چه چیزی میخوای زندگی کنی؟ حالا تعریفت از آره. کارایی چیه، زیبایی آره. چیه، درستی چیه؟ برات مهم میشه این چیزا یا نمیشه؟ یا نمیشه. من دو سه تا سوال دیگه دارم و بریم سمت جنبندی. حالا یادم افتاد که یه بار یه استوری گذاشته بودی محمد علی از استیو جابز، یه مصاحبه میکنه مثلا دهه فکر کنم مثلا سال 1995 6 بود، یه نقد میکنه به مایکروسافت. یعنی فکر کن دو تا قول، اپل و مایکروسافت. میگه که اگه اشتباه نکنم حرف کلیش اینه که میگه بزرگترین نقد من به مایکروسافت اینه که مایکروسافتیا سلیقه ندارن و از اساس اینجوریه. میگه که فروششون خیلی خوبه اولا و محصولاتشون خوبه ولی سلیقه ندارن، انگار که مثلا محصولات دست سوم همچین چیزی فکر میکنن. اینو یه توضیح کامنتی میخوای روش بذاری که به بحث اون مرتبط بشه؟ م، اولا که یکی از اولین افرادی که در حوزه کسب و کار و تکنولوژی زیبایی رو کشف کرد و بعد هم آورد به زندگی روزمره و به اون آرمان من که نزدیکه که دغدغه من بود که این بحث رو سرش رو باز کردم، به نظرم تونست بشریت رو همه ما رو نزدیک کنه، استیو و جابز نقطه بود. عطفی بذاره هستم. دقیقا یه نقطه عطف خوبی شد و دقیقا همین بود. مثلا شما ویژنی که اون توی دهه 90 و 80 میلادی داره اه، اونجا تصویر میکنه اینه که خب ما داریم این کامپیوترها رو میسازیم و اینا قراره که هر سال فروششون و تولیدشون بیشتر بشه و اینا قراره همه جا در سرتاسر جهان استفاده بشن، دست هر کسی روی میز هر کسی باشن و ما میتونیم اینا رو زشت تولید کنیم و میتونیم زیبا تولید کنیم و تقریبا زیبا ساختنشون هیچ هزینه‌ای نداره. حالا اونجا زیبایی به معنی همین سلیقه و جمال و ظاهرشه و خب یه خورده به نظرم هم بیشتر از اینم فراترم رفته و توی چیزهای دیگه ای هم میتونیم در مورد زیبایی عملکرد صحبت کنیم و خب اونجا این شما کاملا متوجه میشین دیگه تفاوت این دو محصول رو وقتی اونجا انتقاد میکنه که مثلا بزرگترین مشکلی که مایکروسافت داره اینه که there is no taste، یعنی واقعا آره. هیچ سلیقه‌ای ندارن و من خب به عنوان کسی که خودم کاربر 10-15 ساله ویندوز و مایکروسافت و اینا بودم کاملا متوجه میشین و امروز شما تفکر بر مبنای اصول پایه میبینیم که اپل رو به یه جایی رسوند که زندگی من رو کیفیتش رو بالا برد، در عین حال استراتژی تجاری عالی هم برای خودش شد، بازی بلند مدت کرد. اون تعریفی که شما حالا آفرین. داشتی میکردی خیلی نزدیکه به این که تصورش رو از انسان چه به عنوان کارکنانش، چه به عنوان بنیانگذار، چه به عنوان کسی که تو جامعه زندگی میکنن، کسی بیشتر از اون گپ کمپین بعدی قرار دو تا محصول بعدی رو بفروشم کرد و پاسخش رو هم گرفت. چه از بود تجاری که اصلا اون هم چیز بدی نیست و جزء زندگی بشریه، به خصوص وقتی که به یه سری فضایل بالاتری مثل اینکه تحولاتی که در جامعه ایجاد کرد چقدر مثبت بود برد و خب میتونستیم امروز ما دنیایی داشته باشیم که واقعا کامپیوترها زشت هنوز رو باشه، مثل ولی چیزای کارا دیگه باشن. که آره کارا می بودند ولی خب آره. انسان‌های بهتری نمی بودیم. یعنی کاراییشون این شکلی بود که خیلی مثالا میاد تو ذهنم، سعی می‌کنم نزنم که ولی مثلا میگم شما تجربه رفتن به مثلا یکی از ادارجات دولتی، مثلا آره. کار شما شاید راه بندازن آره. ولی من خودم میرم یکی از اتفاقاتی برام میفته اینه که حالم بد میشه من شب قبلش همیشه و حالم بده، اما موقع میخوام برم آه، به دولتی. خب حالا موضوعمون این نیستش که یه تشر هم هست به خودمون دیگه، آخر خودمون هم شاید تو کارمون داریم اینجوری با مشتریمون رفتار کنیم، آره. آره. خودمون هم داریم مثلا طبیعت اونجوری خونمون رو میسازیم و دقیقاً. مثلا میریم تو تراسش طبقه بالا یه موسیقی بلند هم میذاریم و شادی و پایکوبی هم میکنیم ولی اونی که داره رد میشه اه، داریم بهش بی احترامی میکنیم، مثل همون ماجرای میز آفرین. شام است. آفرین. و این اثرش رو در طول زمان نشون میده دیگه، وقتی هی زیاد میشه آره هی همه میرن به این آره سمت. آره دقیقا. الان به نظر من این اثره که در طول زمان مشخص میشه رو ما توی ایران داریم مشاهده میکنیم. خب من دو تا عامل داشتم فکر میکردم که بحث میشد
و تفکر میکردیم. ببین 10 میلیون نفر ایرانی مهاجرت کردن اگه اشتباه نکنم. این خیلی آمار تکان دهنده ایه. داشتم ریشه یابی میکردم اینو، به خصوص با توجه به اینکه حوزه کار خودم خیلی به دوتای اینا تنه میزد. یکیش از دلایل مهاجرت بود اقتصادیه که بیشتر اون رو روایت میکنم، ولی یکی دیگه از ابعادش به نظر من کاملا زیبایی شناسیه. یعنی یعنی یه اعتراض به اون نوع نگاهی که ما داشتیم که تو فقط مسئله اینه که خب بیا دیگه چیت کمه، نونت کمه، مثلا آخرت کمه آره مثلا. آفرین. ولی نه، چیزای دیگه ای میخواد یه انسان. خب دلش میخواد اینجوری بگم بهت، کارایی در مورد زنده ماندنه، زیبایی در مورد زندگی کردنه. آفرین. زندگی کردن چیزی بیشتر از فقط زنده ماندنه خیلی و خوبه. خواهش انسان زندگی کردنه. آره دیگه، اگه که فقط هدف ما زنده ماندن بود که خب برای چی بر مثلا وقت میذاریم این همه غذا درست میکنیم؟ خب برو 4 تا کنسرو بگی بذار تو انباریت، فردا برو یکی رو باز کن بخور دیگه. یعنی که زندگی کردن هم نیازه. این اگه خیلی وقت خوب. داشته باشی من میتونم اینجا سر این مبحث دیگه رو باز کنم که خیلی به این مثال ربط داشت. آره بگو حتما. یک موضوعیه که ظاهرش استراتژیکه ولی باطنش زیبایی شناسیه و اون ظهور هوش مصنوعیه. آفرین. خب خوبه مشتاق شدم. ببین خیلی کوتاه اشاره کنم بهش، جنبندی خودمو، اینی که هوش مصنوعی قرار همه شغل ها رو بگیره یا همه کارها رو بکنه. که الان ترند دیگه این آره موضوع. این خیلی خیلی ترنده، یعنی یه جورایی ترند اعصاب خورد کنی شده. دقیقا. اینه که شبیه اینه که شما از فردا به جای غذایی که میخوری قرصشو بخور. آفرین. یه اصلا چیز چارلی و شبیه اونه کارخانه تقریبا. شکلات سازی بود، میگفت یه آدامسی ساختی میخوری هر 3 وعده رو. الان ویدیو نه. خب این شناختی که تو از مصرف کننده، مشتری، زندگی، ابعادش، انسان اینا داری چیه که مثلا این جنبندی رو میکنی که مثلا میتواند همه چیز، اصلا AI اصلا فرض کنیم که کلا بیاد جای یک بشر رو بگیر. خب من میگم یکی از اون چیزهایی که از دور نگاهش کنیم حواسمون نیست بهش، اونا دارن اشتباهی که ما 70 سال پیش میگیم میکنن ها. یعنی اینا به خصوص هم الان توی مارکت های آمریکایی و اینا خیلی مطرحه اینا دیگه، که بازارش هم گرمه و پولم خوب توش در میاد از AI. تبلیغش رو میکنند. خب یا مثلا حالا از اون ور نگرانیاشو دارن. اشتباه اینه تو از دور نگاه کنی یک سازوکاری مثل هوش مصنوعی رو با یک سازوکاری مثل انسان، دو تا موجود متفاوت میبینی. اون همچنان پوست و گوشت و خون و مو احساسات نداره. ولی یک تجربه نمیتونه فرایندیه. بکنه چیزی رو. ببین اصلا اینا رو نداره. خب من اینجوری میتونم بهت بگم که یه خورده من باید چاشنی شعور و چیزای فراتر آره از آره. منطق بیارم توش. ببین آفرین. ما یه چیزی مثلا به اسم خداشناسی اینجا میتونه ما رو نجات بده. چجوری؟ یه متن کلیشه‌ای از کتاب دینی بهت میگم که قشنگ اینجا میتونه ما رو نجات بده. اونم اینه که خداوند حکیمه. این قرار بود میشد اون کارهایی که AI میکرد و بدون پوست و گوشت و استخون و اینا بکنه میکرد قبلش. خب پس وقتی تو یه چیز دیگه ای داری این هم یه چیز دیگه است، دو تا چیز متفاوتن. حالا اونجا هم مثلا تحلیلگرایی که سمت رهبری و لیدرشپ و اینا بودن خیلی بهتر اینو فهمیدن. مثلا شما مصاحبه سایمون سینک رو با دایری آف سی او کانال اونجا ببینی، اونا میبینی تعریف به نظر من اصلا خیلی بدیهیه چیزایی که داره میگه. میگه خب این اصلا باعث میشه انسان تر بشه. شما فرض کن یه روزی ماها یه سریمون یه چوبی رو میذاشتیم رو دوشمون، یه سری آدم دیگه رو حمل می‌کردیم. حالا یه چیزی به اسم چرخ اومد، یه نیازی به اون نبود. خب این باعث شد ما انسان تر بشیم. بعدن اینکه یه سری از ماها بودیم مثلا صرفا کارمون این بود که چکش رو بگیریم و در روز 300 بار روی چیزی تکراری بزنیم. و یه چیزی اومد که ربات اهرمی داره که این کارو میتونه بکنه. ما از اون کار درسته جایگزین شد، ولی ما تونستیم اون فرصتی که داریم و صرف یه کاری بکنیم که بیشتر انسان‌تر بشیم. به یعنی نظر صرف کار منم بزرگتر و مهمتر بکنیم. آفرین، درسته. مهمتر و بزرگترش حالا بشه معنایی. اه. باورمون اینه که فضائل
جهان آفرینش درون موجودی به اسم انسان قرار گرفته و این فرصت رو بهش میده اون فضایل رو بهتر کشف کنه. خب یعنی من معتقدم که اگه میخوای خیلی آینده رو بری پیش بینی کنی، اگه خیلی میخوای به آینده بری، اینم استوری گذاشته بودم نورمن فاستر اینو میگه خیلی دوست داره آره آره آره. در حوزه معماری برای ساخت معماری پایدار و چیزی که ماندگار باشه و خیلی به عقب بری. اگه بخوای خیلی به عقب بری، خدا این انسان رو به عنوان موجود برتر آفرید. خب، دیگه نگرانش نباش، تا آیندهم همینه. اونی که هوش مصنوعی یه سری کارهای خودش رو داره، میاد یه سری کمک بهت میکنه ولی همچنان ابزاره. آها. من دیدم اینه. خب حالا تو حوزه زیبایی شناسی ما وارد یه مباحثی میشیم که نزدیک میکنه، حالا بریم بخونیم، حالا اونایی که فرصتشو دارن، اونایی که اگه هنری بودن و حرفای مشخصشون کرده کتابای زیادی در این حوزه خوندن، حالا ما میتونیم بریم بخونیم. این فلاسفه و حالا هنرمندان کسی که عمیق شدن به یه چیزی میرسن که اولا که هوش مصنوعی ذهن ما رو کامل نتونسته هنوز بازسازی کنه، ولی در حوزه زیبایی شناسی ما چیزی به نام قلب داریم که اینو نداره هوش مصنوعی و این چیزی که همچنان در اختیار بشر خواهد بود و جزئی از زندگی انسانی خواهد بود. حتی اگر دیدتون دید کارهای محور بود، امروز کارهایی داره بیشتر به این سمت میره، چون کارهای قبلی رو ماشینا دارن برمی‌دارن. خیلی خوب، خیلی عالی بود. این در واقع اصلا بحث درباره شدن یا نشدن، اینکه آقا AI جایگزین میشه یا نه نیست، بحث راجع به اصلا همون نگاه از عقبه. اصلا انسانه باید کجا بایسته، باید چه حالی داشته باشه، چه آره نسبتی در با این خیلی این باید فکر کنیم. ابزار برقرار میکنی. آره خیلی خوبه دیگه. مثلا در طول تاریخ اتفاقای شبیه این اومده، میتونیم شبیه سازی کنیم. یه مثالی رو استاد بزرگواری میزد، استاد سید محمد بهشتی. ایشون گفتش که خب الان فرش ماشینی اومد، فرش صنعت فرش ایران نابود شد به جای اینکه پیشرفت کنه. این یه خورده تأمل برانگیزه. هنوز که هنوز فرش دستی ارج و قور بیشتری داره. دقیقا خب و بسیار الان ما گرونتره. یه کمپین داریم، اگه تلویزیون هنوز نگاه میکنیم، تلویزیون بعضی وقتا پخش میشه به نام ایران ما، ایرانمان. اون کمپین فوق‌العاده بود، ایران من از ابتدایی که آغاز شده بود. و الان با حضور هوش مصنوعی اتفاق قشنگ فرش ماشینی رو درش میبینیم. یعنی یک چیز، یعنی من باورم نمیشه که یه چیزی که شاهکار هنری در حوزه فرهنگی تبلیغاتی ایران بود تبدیل شده به یه چیزی که میتونی به عنوان مثال نازیبایی ازش استفاده کنی امروز. اتفاقش چیه؟ حالا ایشون میگفتش که مثلا شما میری امامزاده داوود، اگه شما سوار قاطر بشی خب راحت‌تر میتونی بری بالا کوهو، ولی اگه قاطر سوار شما بشه چی؟ اون نگاهه الان این شده که قاطر سوار کمپین شده و بعد فکر کنم زیبایی کاملا از این بین مثال رو رفته. چجوری درباره حالا برمیگردم، میخوام اینجا بگم که کاربردیش کنم اون تعریفی که داشتم می‌کردم. ببین چجوری ربط پیدا میکنه به اون چیزی که گفتم، داستان‌های خاموش و جذابی درباره فضایل. ببین این کمپینه دیگه این تعریف روش مصداق نداره. قدیم داستانی که روایت میکرد کمپین چی بود؟ ما یه سری آدمی در حتی به ذهنم میاد در دل حاکمیته که مثلا ادارات جات دولتیشون شکلیه، ولی چنین زمان و دقت و ظرافت و فهمی داریم در تولید محتوای فرهنگی و صرف میکنه. امروز داستانت چی داره روایت میکنه؟ ما همون آدماییم که این قدرت پیشبینی رو نداریم که این داشت جواب میداد و مسیرمون رو تغییر دادیم به سمت یه ترندی که داره زباله های بی‌دقت بی‌کیفیت غیر دقیق و بدون ظرافت تولید میکنه. این به نظر من معیاره که الان اونو زیبا من تلقی میکنم، درجش دارم با هم یکی رو نمیکنم، اینو زشت اصلا تلقی میکنم، چون به خصوص که اون فضیلت رو در کنار این در مقابلش میبینم.
نمیدونم متوجه شدی تونستم منظورم برسونم. آره فکر کنم که اون موقع سر کمپین KMC هم یه مثال زدی سر آره معرفی خودشون هم بنده خدا لایک کردن جدی. استودیویی که تولیدش کرده بود. آره آره یادم مثلا یه تصاویری تولید شده بود که باحال بود، ولی به قول خودت ایران با لهجه اروپا بود. دیدی بعد خیلی مثلا حالا دیگه اونو واقعا یه کتاب میتونیم در مورد این الان صحبت آره کنیم که آره آره واقعا. چرا اون تبلیغ زیبا نیست. چون آفرین تو داری ایرانی ها رو خب ازشون سرسری عبور میکنی، نمیتونی درست به تصویرشون بکشی. لذا دیگه زیبا نیست. آره ولی در عین آره. حال که ایرانی بودن خودش یه مفهوم عمیقیه. حالا فرض کن همون کمپینه میتونست این ارتباط رو برقرار کنه، ام. ممکن بود هنوزم با هوش مصنوعی تولید شه، ولی مشکل خود هوش مصنوعی مشکل اونه که قاطر سوار انسان شده. این همچنان ما میتونیم سوارش بشیم و هیچ چیز خوبی داره، ام. ولی ما سوارش هستیم همچنان. ام. اون اسم چنین پدیده فضیلت هایی ها رو اصلا. ببین مثلا اسم چنین مثالش پدیده اینه. معذرت بگو. نه بگو. نه آخه ببخشید. میخواستم برم یه بحث دیگر رو یه ذره باز بکنم. بگو. ببین مثالش اینه، میگه که همون سایمون سینک اینو گفت، خیلی جالب بود. گفت که یه اتفاقی پیش میاد، یه اختلافی پیش میاد بین تو و دوستت ام. و تو میری با هوش مصنوعی مشورت میکنی، میگی که چیکار باید بکنم چیکار نکنم، یه بیانیه بهت میده که اینو بگو بهش. بعد تو میری اینو میگی، دقیقاً هم جواب مسئله است، یعنی دقیقاً درست تحلیل. بعد اون میشنوه یه لحظه مکس میکنه، بپرسه اینو از هوش مصنوعی پرسیدی؟ ببین اگه بگی بله تمام تأثیرش از بین میره. تموم این شده. ریشه در چی داره؟ این میخوام یه خورده در مورد موضوع زیبایی شناسی این فکر کنیم ما. این دقیقاً مثل اینه تابلو مونالیزا روی دیواره، ارزشش نمیدونم چند چقدر اصلا ارزشش میلیارد دلاریه به هر حال. همونو با همون ابعاد من یه زیراکس ازش میگیرم، فکر کنم $10 هم از همون نخرم. متوجه شدی؟ به ما اینو اصلا چجوری نادیده داریم میگیریم. موضوع توی اصلا اثره نیست، موضوع توی اون فضیلتایی که پشتشه، تو داستانی که داره روایت میکنه به صورت خاموش و بولدم نیست، داره به صورت خاموش روایتش میکنه. این حالا تمام تلاشم کردم که چیزایی که گفتم و نه خیلی خوب بود. مثالم براش بیارم. یه بار گفته بودی که ابتذال یعنی بذل نابجای خیلی چیزها، یعنی مثلا از هر چیزی بیاری سر هم بکنی. که خاطرم هست تو سفرت به کیش رفته بودی انگار یک مالی و گفتی که اینجا به زور میخواد شبیه مثلا فلان جای ایران مال بشه و از همه جای ایران یه چیزی رو آورده و ظاهرا قشنگه ولی مبتذله. آفرین، این اینم مثال فکر کنم خوبیه. مربوطه به بحثی که گفتی. خیلی و خیلی جالبه. آره یعنی و میدونی اینجا چون اصلا خیلی از تصاویری که همین الان با مثلا هوش مصنوعی جنریت میشه واقعا تصاویر زیبایی هست و تو میگی که حتی چند لحظه تحسینشون میکنی، ولی انگار یک ارعابی توشون هست. چی میدونی توشونه؟ یک ارعابی توشونه انگار. آدم انگار مثل همون مالی که تو کیش رفتی و بزک شده بود یا بذل خیلی چیزها بود، آدم یه لحظه میبینه و احساس میکنه که خب خیلی خوشگله دیگه، حرفی ندارم بزنه. ولی همون داستان خاموش است که میگی. ام. درست میگم؟ آره خوشگل من اینجا به نظرم درست بود در مقابل زیبا. آره و آفرین. یه مثال خیلی ساده برای اینکه بتونیم کاملا همه باور کنیم که هر دوتای اینا درسته. یک بازیگر فکر میکنم آمریکایی مشهوری ام. در 2 3 سال اخیر با یک بازیگر آمریکایی دیگر مشهوری ازدواج کرده بودن و اینا کارشون به مشکل خورد. بله. شاید اون آدمه خوشگل بوده باشه ولی ام. ما تحسینش نمی کنیم. ام. خب اون کاره که اون پشت قرار گرفته واقعا وقتی شما برگردید به مبانی دیزاین به خصوص میفهمید که بعد زیبایی شناسی اون بعد آدمه که اون پشته داره میسازدش
نه صرف ترکیب بندی که اونجا اتفاق افتاده. بازم اگه ترکیب بندی هم درسته، داری به این فکر میکنی که پشت این چه خبره. این تعریف کانت از زیبایی اینو خیلی خوب میرسونه که میگه که بازی آزاد بین فاهم و خیال وقتی اتفاق میفته زیبایی رو ما تجربه میکنیم. اگه اول بفهمی اینو هوش مصنوعی ساخته که الگوریتمش یک چیز آماری میانگین گیریه، اصلا بازی از بین میره. خب هیچ بازی آزادی بین فاهم و خیال اتفاق نمیفته، مگر اینکه باز به این فکر کنی که خب مثلا اون کسی که الگوریتم اینو دیزاین کرده این دفعه با اون یکی هوش مصنوعی مقابل این تغییر رو توش قرار داده که این یه چیز بهتری به من نشون بده. پس همیشه آدمه اثرش هست اونجا. و اصلا وقتی ابعاد شما انسانی رو ازش حذف کنید، بعد تفکر و خیالش از بین میره و دیگه درست در نمیاد. یه چیزی میشه که خوشگله و مثلا شما میگید که این متناسبه، ولی تحسینش نمیکنید، مثل همون بازیگره. تحسین برانگیز دیگه نیست. آره، به نظر منم زیبایی در مورد تحسینه. زنده باد. بریم سمت جنبندی. مهمترین تمرینی که ما آدمای عادی میتونیم کف حالا اجتماع یا تو زندگی فردیمون انجام بدیم که به این بحث زیبایی نزدیک‌تر بشیم چیه؟ خیلی عالی. برمیگردم به تعریف اصلی و اون توضیح ادامش. خب ما میخوایم بفهمیم که زیبایی چیه و چطوری میتونیم تولیدش کنیم، درسته؟ و جهان رو زیباتر کنیم. ما باید داستانهای خاموش جذابی درباره فضایل روایت کنیم و بتونیم قابلیت داشته باشیم. خب حالا چجوری میتونه بشه؟ با اون 3 تا بعدی که باید داشته باشه این داستان ها، در اون 3 تا بعد باید خودمون تقویت کنیم. هم بتوانیم بهتر ببینیم، بشنویم، حس کنیم، لمس کنیم. هم بتونیم بهتر فکر کنیم. هم بتوانیم فلسفه رو و توجه به فضایل رو بیشتر در زندگی ما قرار بدیم و اینا رو بیشتر شناسایی کنیم. اگه ما بتونیم بهترین فضایل انسانی رو شناسایی کنیم در مقابل رذایل رو، اگر بتوانیم میل خودمون و حواس خودمون رو تنظیم کنیم برای درک بهتر جهان و کوکش کنیم و اگر کنیم تفکرمون رو بتونیم تنظیم کنیم، به جای اینکه جاده خاکی بریم به سمت صحیحی حرکت بکنیم و شفاف بیندیشیم، به نظر من میتوانیم هم بهتر تشخیص بدیم زیبایی رو، هم میتونیم بهتر بسازیم زیبایی رو. و اینجا اینو بگم که همونچنان که فلسفه نیازمند تعقله و عقل درش خیلی پررنگه که بشناسیم درست، در حوزه زیبایی شعور خیلی مهم. یعنی اون چیزی که بهش نیاز داریم شعوره. حالا چیه شعور؟ عقل شناخته در روشناییه. وقتی همه چیز واضحه تو فقط کافیه که اینو دریافت کنی و درست پردازش کنی. وقتی که همه چیز واضح نیست، تاریکه، تو همچنان باید بتوانی پیش بینی کنی. این میشه شعور. یعنی شناختی که ما در تاریکی داریم میشه شعور. مثل اینی که شما نمیدانید که قرار است اتفاق بعدی که میفته چی باشه، ولی بنا به چیزهایی که در گذشته دیدید، بنا به حقایقی که به شما منتقل شده، تعقل بهتون گفته، و بنا به امیالی که درک کرده اید، میتوانید حدسهایی بزنید در مورد اینکه چه چیزی بهتر میتواند باشد یا اتفاق خواهد افتاد. خب اینجا دقیقا یه چیزیه که نزدیک به سلیقه میشه. یعنی مثلا اگه کسی معروفه به اینکه با سلیقه است، یعنی این قدرت اشعار رو داره با اینکه در ذهن افراد دیگه حضور نداره، ولی بفهمه چه چیزی برای اونا مطلوب تره، چه چیزی مطابق تره به میلش، چه چیزی مطابق هست بر اون فضایل، بر اون حقیقت هایی که اون هم
مشترکه در من درش. و این حالا چیزیه که باز دوباره یه کتابه، چجوری میشه اینو بهبودش داد. باز یکی از راههاش در حوزه اینه که برگردیم به اون طبعی که داشتیم اول و اینو خیلی مخدوشش نکنیم. یکی از راهاش اینه. و دو، آثاری که توانستند اثبات کنند که با شعور تولید شدند یا با سلیقه تولید شدند رو مطالعه کنیم و به اصطلاحی مهندسی معکوس کنیم، درمونش رو تأمل کنیم تا ما بتونیم ورزیده کنیم حالا اون طبع. مثلا شما در دیسیپلین‌های مختلف بخوای زیبایی شناسی تو تقویت کنی، مثلا در فیلم سازی، در دوبلج، چیزایی که میتونم بهش علاقه‌مندی یا حتی نویسندگی، شما 2 کار رو باید بکنی. یکی اینکه بری فکر کنی به فلسفه فیلم سازی. این کاری که به نظر من مثلا یکی مثل عباس کیارستمی کرد، تمایزش اینجا بود و همه دارن میگن امروز که کاری که کرده با سلیقه تر از همه بوده. صرفا به این فکر کرده که فلسفه فیلم سازی چیه و بیشتر این فکر کرد. چراییشو پیدا کرد، اصلا آره، چرا میخواد فیلم بسازه. به اون بعد تأمل خیلی عمیق و خالص وارد شد. دو اینکه توی اون بعد فرمش ورزیده بوده، یعنی تونسته فرم رو به خوبی پردازش کنه. خب این با اینکه چشمش کوک بوده، گوشش کوک بوده و اینا رو توانسته چیزایی که میبینه بیشتر شبیه حقیقت باشه و واقعیت باشه و اون رو بتونه بهتر منتقل کنه و توسط مخاطب بهتر دریافت شده. و مهمتر از همه اینه که شناخت از این که اصلا خود بشر چیه، کیه، چجوری این رو دریافت میکنه، پردازش میکنه. و اینکه اون فضایل هم که یک چیزی که به نظر من مسیر کلی زندگیه دیگه. یعنی تو اگر که اون تیکه رو اشتباه بری، همین فرمو داری به یه جهت اشتباهی میبری و تبدیلش میکنه به یه چیزی که مذمومه به جای اینکه قابل ستایش و تحسین باشه. ببین مثلا توی، حالا برای اینکه این تیکه آخرش هم شفاف کنم، مثلا در قرآن چیزی داریم به اسم اینکه سیئات رو زینت بخشیده شیطان. چیزی شبیه اینه، یعنی یه فرم عالی و یک محتوای مبتذل. خب این میتونه مثلا یه مصداقی از این باشه که تو رو به انسان بهتری شدن تبدیل نمیکنه. جهت تو رو داره به سمت زمینی شدن میبره به جای آسمانی شدن. از اون ور فرمت هم میخواد کوکشه. آثاری که زیبا لحاظ جمال و زینت و اینو اثبات شدن رو، اینا رو پیدا کن، کار سختی هم نیست و اونا رو مطالعه کن، خودتو با اونا کوک کن. این به نظرم راهشه. این 3 راه کلی رو داریم و نهایتا باید ولی بتونیم از این 3 رو که داریم، این جزءشه، اجزاء مختلفش، بتونیم اون ترکیب رو هم در بیاریم. داستان خاموشی که جذابه و داره فضایل رو روایت کنه. فضایل رو روایت کردنش که خیلی توضیح دادیم، جذاب بودنش به همون بعد میلش برمیگرده. اینکه این داستان خاموشه باز برمیگرده به همینی که ما اینا رو با اشعارمون درک میکنیم نه با عقلمون. زیبایی رو با شعور میفهمیم، غیر مستقیم باید باشه. یک چیزی که در پس یک پرده قرار داره و باید کشفش کنیم، وگرنه اگر نیازی نبود ما به قلب و همین خون و گوشت و پوست و استخوان اینا نیاز نشیم. مثلا ما رو میذاشتن توی یه کلاس درسی همینا رو به اون از اول یاد میدادن دیگه. به تجربه 80 سال زندگی و درد کشیدن و رنج و این ورزیدگی و از پایین به سمت آسمان رفتن دیگه نیازی نداشتیم. اونم اینه که این زبان اصلا زندگیه، که خود زندگی داستان خاموشیه که داره روایت میشه و ما اگه بخوایم چیز زیبایی بسازیم باید همین رو بتونیم شبیه سازی کنیم به نظرم، یا همین رو بتونیم تکمیل کنیم سناریوی مختلفش. زنده باد. منم یه چیزی اضافه کنم و اونم اینه که تا جایی که میتونیم و از دستمون برمیاد، تواناییمون اجازه میده، با اطرافیانمون، توی جمعمون، هر جایی، یعنی فکر نکنیم که حالا یک بحث خیلی مقدسیه که بعد که زمان خاصی پیش بیاد، نه، هر جایی که تونستیم درباره‌اش حرف بزنیم با اطرافیانمون، با دوستانمون، تا هر حدی که از زیبایی فهم داریم.
و هر چیز زیبایی هم که میبینیم، هر پدیده یا حتی هر محصولی، اونو به نوبه خودمون بتونیم بیشتر تبلیغش کنیم و بیشتر معرفیش بکنیم. حالا درسته که الان ایران پر از چیزهای نازیباست، ولی چیزهای زیبا هم کم نداره، اما خاموشه و خیلی قصهشون شاید خریدار نداشته باشه. ما اولین کسی باشیم که قصهشو تعریف میکنیم برای یه نفر دیگه. دمت شما گرم، خیلی ممنون. زنده باد. آره واقعا این مهمترین بخشی بود که میتونستیم بگیم که آخرش هم گفتیم، میشد اولش هم گفت. دمت شما دمت گرم. گرم. دمت گرم محمد. مرسی. خیلی کیف داد. خیلی کیف داد. ممنون، به منم همینطور. قربون تو، ان شاءالله بازم بتونیم از این بحثا با هم بکنیم. عالیه، من استقبال میکنم. منم همینطور. خیلی خوشحال شدم دیدمت منم همینطور. و تونستیم در مورد این موضوع به مهمی صحبت کنیم و قسمت هم شد. حالا بقیه خیلی داستانشو نمیدونم، ولی آره قسمت خیلی خوب و شیرینی هم شد که با هم دیگه در موردش صحبت. آره با خیلی به من که خیلی کیف داد بشم. مرسی قربانه. ان شاءالله که به درد مخاطبان بخوره. قربون تو. مواظب خودت باش. قربانه. فعلا زنده باشی. سلام برسون. خدا زنده باشی. خداحافظ.